تا حالا به خودکشی فکر کردی؟ یا به مردن؟ سوال مسخره‌ایه چون جواب قطعاً مثبت. با همه زندگیمون و هر لحظه از زندگیمون داریم تلاش میکنیم بین غریزه مرگ و زندگی حرکت بکنیم. لحظاتی به سمت مرگ و لحظاتی به سمت زندگی متمایل میشیم. چیزهای زیادی هست که ما رو به سمت تمایل به مردن و تمایل به زنده موندن سوق میده. اگه تو هم به مرگ فکر کردی و بعد به سمت زندگی برگشتی و همه زندگیت مثل همه انسان‌ها در نوسان بین میل به زنده موندن و میل به مردن نوسان داشته، پس خلاصه این داستان رو برات میگم. قبلش ویدیوهای قبلی رو نگاه کن که من در 2 بخش داستان آخرین برگ از او هنری رو براتون خوندم. اما اگر نه، همین الان خلاصش رو براتون میگم. داستان حول 2 دختر نیویورکی هنرمند میچرخه که توی یه آپارتمان کوچولو زندگی میکنن. یه روز اونها درگیر بیماری میشن، بیماری که اون زمان بهش زاتوریه گفته میشه و قربانیان زیادی میگرفته. یکی از این بیماران دختری بوده به نام جانسی که نام دیگرش هم جوانا بوده. به هر شکل او به شدت مریض میشه، در حدی مریض میشه که نزدیک به مرگ هست. روی تختش دراز میکشه و از پنجره با این خیال که با افتادن آخرین برگ درخت تاکی که از پنجره اتاق اونها معلوم بوده او هم خواهد مرد، روزها رو سپری میکنه. در اوج ناامیدی با افتادن هر کدوم از این برگ ها او به مرگ نزدیکتر میشه. دوستش سو هر کاری که میکنه نمیتونه این خیال رو از ذهن جانسی بیرون بکنه که مردن تو هیچ ربطی به افتادن اون برگ ها نداره. یه شب سرد و پاییزی آخرین برگ روی این درخت مونده بوده و جانسی با این خیال که این آخرین برگ هم بالاخره میفته و من از این زندگی خداحافظی میکنم و میمیرم، از پنجره بیرون رو نگاه میکرده. اما در اوج ناباوری این برگ همچنان پس از طوفان‌های وحشتناک و باران‌های تند پابرجا میمونه. با نگاه کردن به این یک دونه برگ سمج که روی درخت مونده، جانسی امید به زندگی پیدا میکنه و به طرز اعجاب آوری به زندگی نزدیک و نزدیکتر میشه و نهایتاً حالش رو ما میبینیم که رو به بهبود هست. اما اون بر ماجرا چه خبره؟ یک هنرمندی توی ساختمون اونها زندگی میکنه به نام برمان. یه پیرمردیه که خب تو کل زندگیش همیشه منتظر این بوده که یه شاهکاری رو خلق بکنه و همیشه هم هیچ کاری نمیکرده و در اصل همیشه این آرزو رو داشته که یه شاهکاری رو بکشه و به اون بباله در اصل. اما هیچ وقت این اتفاق نمیافته. چند روز بعد از اینکه جانسی بهبود پیدا میکنه خبر میرسه که برمان همسایه از زاتوریه مرده و بعد ما متوجه میشیم که همون شب طوفانی که قرار بوده آخرین برگ اون درخت تاک بیفته و بنابراین جانسی هم بمیره، این پیرمرد شاهکار خودش رو خلق کرده و با نهایت ظرافت اومده و یک برگ طبیعی رو روی اون شاخه روی دیوار نقاشی کرده و به شکل کلی شاهکار خودش رو خلق کرده. اما خلق این شاهکار که به زنده موندن یک دختر جوان منجر میشه با مرگ برمان به پایان میرسه. خب بگذارید به زبان ساده در مورد این داستان و لایه‌های زیرین اون صحبت بکنم. چیزی که به شکل طبیعی توی زندگی ما جریان داره و توسط همه ما تقریباً تجربه شده.
دختر قصه ما برای زنده موندن به یک امید یا یک مفهوم نیاز داشت و این نیاز در حد موندن یک برگ ساده روی درخت بود و برمان داستان با کشیدن یک برگ اسطوره‌ای و یک شاهکار این امید و معنا رو در اون بحران وحشتناکی که برای جانسی یا دختر قصه ما وجود داشت بهش هدیه کرد. شاید در ابتدا خیلی کوچک و خیلی مسخره به نظر بیاد که آیا میتونه تمایل به مردن و زنده موندن با یک امید کوچیک یا یک توهم مفید آغاز بشه؟ بله، امکان داره. در لحظات بحرانی که ما بین مرگ و زندگی قرار انتخاب بکنیم، یک امید یا یک مفهوم بسیار ظریف یا کوچیک هم میتونه به ما کمک بکنه که باز هم به سمت تمایل به زندگی برگردیم. حالا میخوایم بررسی بکنیم از دیدگاه نظریه پردازان بزرگ روانشناسی و روانکاوی که این اتفاق واقعا میفته یا نه، تا چه اندازه این توهم یا دروغ مفید میتونه تو زندگی ما یا برگردوندن یه نفر به زندگی نقش داشته باشه و از چه جایی به بعد این توهم مفید ممکنه که مضر واقع بشه.